سلام بچه ها، اومدیم یه بازی میخوام واسهتون معرفی کنم که خیلی بازی خوبه. ادعا میکنم که مثل کالافه. بریم حالا ببینیم چطوریه. تا اونجایی که ما فهمیدیم باید ما میتونیم تغییراتی کنیم. تغییراتی مثلا میتونیم انتخاب بازی مثل همون کالافه زمینایی که میتونیم انتخاب کنیم. شنیدیم که این مدل تفنگ‌ها تغییر کنه بهتره. ما زمینم اینو برمیداریم. برای شروع شدن بازی باید اینو بزنیم. بریم ببینیم. Let's go. واقعا کیفیت خوبی داره. من کیفیتش خوشم اومده. راستی آنلاین هم هست، میتونی آنلاین بازی کنی. اگه پشت چک کنیم این آنلاین مدل آنلاین شد. هم آفلاین آفلاین میشم. خیلی بازی خوبیه و کیفیت عالیه هم داره. فعلا که نفر اولی. اینجا نفر اول تفنگام رو تغییر میکنه. شما میتونید مدل بازی انتخاب کنید. Let's go. اتصال کنیم اینم خوش. Let's go. Come on. اوکی واقعا حالا فعلا که متقد شده فقط اینو بازی کنیم. بابا تکزه من که یه بار دیگه هم اینو بازی کردم ولی این تفنگ نعمتی من اصلا کمک هم نمی کنه. اصلا من از تفنگ بدم یا به خاطر هم نمیشه بودم دفعه قبلی هم توی زمان به خاطر این تفنگ لعنتی مونده. من ساده این تفنگ رو رد کنم واقعا بازی من توی مصنوعی ناز هم بازی کنه آدم بلکه با دوستان که بازی کنه نباید به مپ های دیگه هم داشت. من این مپ رو خیلی دوست دارم. در تقریبا کنم یه مپ دیگه بارد باشیم. Let's go. داریم خوب بازی میکنیم. بالا باید کنیم بازی ها. خب ورساده کم کردی باز من نمیدونه یکی مثل اینجا تفنگ داینو خیلی تفنگ خوبیه. حتی متیک و امسا داره که من فعلا یه تفنگ متیک داره. فعلا نفر اول تکتیکتون رو همون بکرم. بچه رسیم به کل خیلی سختیه. اسم بازی هم که آخر بازی بهتون میگم. آخری شد چند نوره دیگه وقت داریم. نه خیلی باید دارم رسیم به تفنگ رو چی میزنیم بچه ها؟ این تفنگ بمبی بعدیم چاق بود یه تموم. خب اینو ببرم یه تمومه. ای کشتنم فقط اینو بزنم یه تمومه. خواهم الان بودش بازی چیه؟ مورتال کامبت یه بازی آبی که الان منم بردم
حالا یادتون نره. لیتس گو. عجب بازی شد. به بازی خوبی نشون دادیم. نفر اول با شمشیر و اینا همه عقب بودن. اما دیگه بازی ها نمیریم.